تا چند روز دیگر توافق ژنو اجرایی خواهد شد. میدانید توافق ژنو یعنی چه؟ یعنی تسلیم قدرت‌های بزرگ در برابر ملت بزرگ ایران. دلیل سرزمین حاصلخیزش، نه به دلیل راه‌های استراتژیک. توافق ژنو یعنی شکستن سد تحریم که به ناروا بر ملت عزیز و صلح دوست ایران تحمیل شده بود.